وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت که چرا مانع نمایش منقور رکویم کارگردان برزو عبدالرزاقوف در دوشنبه شدند. زلفیه دولتزاده روز 12 ایول در یک نشست مطبوعاتی ادعا کرد که کارگردان از متن اثر دور رفته آن را تحریف کرده است، اما دلیل مشخص نآورد. برزو عبدالرزاقوف کارگردان معروف تاجیک میگوید با همین مضمون نامه رسمی گرفت ولی با آن روزی نیست و خلاصش را به زودی خواهد فرستاد. نمایش منقور رکویم از روی اثر چنگیز ایماتوف با شام 20 مای امسال در تئاتر پدیده دوشنبه روی صحنه می آمد. مقامات 19 می از مسئولان نمایش خواستند که آن را برگزار نکنند چون که باید از نظر شورای بدیعی گذرد. وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت نمایشنامه را ماه ایون امسال بررسی کردند و خلاصه منفی بود. کارگردان از متن اصلی مؤلف چنگیز ایماتوف دور رفته به آن علاوه های خود را وارد و محتوای اثر را تحریف کرده است. نمایش با چنین شکل و مضمون برای سیاست امروزه داخلی و خارجی کشور و برای تعلیم و تربیت نسل نورس قابل قبول دانسته نشد، یعنی از جانب شورای بدیعی قبول کرده نشد. شرح داد زلفیه دولتزاده. برزو عبدالرزاقوف روز 12 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت محتوای اثر چنگیز ایماتوف را دیگر نکرد بلکه محیط و قهرمانها را تاجیکی کرد که این فوجه یک زن تاجیک با فرزند منقورتش بود. ما به سیاست دخل نکردیم و هویت ملی تاجیکان را تحلیل کردیم. هنوز به نظرم که منقورتیزاسیا یکی از مسائل های مهم مردم ماست. این که میگویم به سیاست داخلی و خارجی سازگار نیست ترس از روسها هست که مبادا خفه شوند، افزود برزو عبدالرزاقوف. نمایش منقور رکویم را به کارگردانی برزو عبدالرزاقوف یک گروه از هنرپیشه‌های جوان از جمله دلیر اموملی که همزمان به خبرنگاری و بلاگری مشغول بود و حال در بازداشت است آماده کردند. آنها پیشتر تئاتر خیابانی را به نام نگاه نو تأسیس داده بودند و آن تا حال رسما ثبت نام نشده است. این نمایش برزو عبدالرزاقوف کارگردان شناخته تاجیک در چند سال آخر در دوشنبه بود. مقامات سال 2009 نیز نگذاشته بودند که نمایش دیوانگی سال 93 که او در تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه به صحنه گذاشت ادامه یابد. بعضی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از بازداشته شدن نمایش نگرانی کرده نوشتند که تصمیم به محتوای اثر و شخصیت برزو عبدالرزاقوف ربط میگیرد. در پی چنین نگرانی‌ها عابد نظریان معاون یکم وزیر فرهنگ تاجیکستان به رادیو آزادی گفت ما با شخصیت کسی کار نداریم. برزو عبدالرزاقوف مدت‌ها باز در قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان کار میکند و سال 2013 اول به بشکک رفت و 2 سال پی هم کارگردان بهترین قرقیزستان اعتراف شد. در گذشته ریاست تئاتر کمال خوجندی و تئاتر جوانان دوشنبه را به عهده داشت.